درود دوستان، خیلی خوش اومدید. جناب ددی عزیز، پاتریک عزیز و خانم پریا. صدای من هست؟ بچه صدای من دارید؟ ددی جان صدای من هست؟ سلام عرض کردم. شب شما مخلصم. شبت بخیر بخیر. باشه. قربان دارم نوکرتم. خانم پریا، آقای پاپوچ، سلام عرض کردیم. آره صدات اولش یه ذره چیز بود، قطعی داشت، بعد اوکیش بود فکر کنم. خدا باشه. حالا جام یه ذره بده. ارزم آره حضورتون که پاتیک برات چیز فرستادم، مایک فرستادم. اگر بیای بالا که خیلی خوب میشه. بیای کنار هم تا بچه ها جمع بشن. حالا یه مقدار وقت رو بگذرونیم تا برسن بچه ها. یه لایکولیت هم بکنم اگه امکانش هست براتون. اسپیس لایکولیت هم بکنید که دوستان ببینم. من فکر کنم یه اکانت هم بذار ببینم. فکر کنم دوباره باز من تو نشدم. نه رد فلگ امروز زد برام. نمیدونم حالا سر چی زد. همه به آخر یه ذرم به زور زدم این اسپیس رو. خب امروز هم ارزم به حضورتون که ادامه اسپیس قبلی رو بریم ببینیم که چی کاریم و انشالله امید خدا این روزا هرچه سریعتر بگذره و تمام شه بره. ما از این داستانه دیگه خلاص بشیم، راحت بشیم، بریم بشینیم تو آریستی کلاسیمون حل کنیم. چه خبر؟ زدی جان چه میکنی سلطان؟ آقا من اسپیس رو برای یه سری از دوستان فرستادم. بعد خدمت شما هستم. خدا رو شکر آقا، ما این انگوش کوچیکه پامون رو زدیم به چیز، حالا تا ضبط هم داره میشه، ببخشید دیگه. انگوش کوچیک پامو زدم به یه پایه‌ای، بعد نمیدونم شکسته، نمیدونم اصلا یه جاهایی رو گیر میاره میخوره بهش. موندم من اصلا مشکل پیدا کردم تازگی با این انگوش کوچیکه. خب دوستان چطورن؟ همگی دنبه خوبن؟ دنبه و زرچوبه چیز کن، ببند شب آره تا صبح میشه. آره بعد برم دنبه بگیرم، داشت دنبه ندارم. خودم که دنبه ندارم، 4 تا استخونه یه روکشم. والا داداش دسترسی ندارم حاجی من بهت، وگرنه میتونستم بهت کمک کنم. چاکرت داداش. یا عادت کردیم داشت به این درد مرده، عادت کردیم. یه روز کمره، یه روز پاه، یه روز هم که خوبیم خودمون رو میکوبیم تو در و دیوار. بعدی یه نمیدونم. بار میخواستم صبحش را بیفتم برم مسافرت. بعد شبش داشتم با پویان صحبت میکردم. دیدی صندلی رو آدم اینجوری میده عقب تکه بده به دیوار. من فکر کردم نزدیک دیوارم، اینجوری صندلی رو آوردم اینجوری یه ذره که تکیه بدم به دیوار، پل کردم خوردم زمین. اصلا یه چیز عجیب غریبی شد. مسافرت کلا گردنم کج بود. نه پشت فرمون میتونستم بشینم، هیچ کاری نمیتونستم بکنم. بنده خدا خیلی اذیت شدم و گردن کج رفتم و گردن کج هم برگشتم بالا. خیلی اذیت شدم اون. فقط پشت به پویان میدادم. ماتیک شرایطش رو نداری بیایی بالا؟ نمیتونی بیایی نه بالا؟ دیگه دوباره بفرست، اینجا کامنت کرده که دوباره بفرست، مایک بده دوباره بهش. آها نتونستم، نیده بودم. بذار الان دوباره واسش بفرستم. فرستادم پاتریک جان، ببین میتونی چیز کنی، اوکی کنی.
دیشب هم اسپیس داشتی رفتا جان؟ دیشب ارزم به حضورت که حامد یه اسپیس زد، همجوری یه ذره دوره هم صحبت کردیم و بعد یه بست اسپیس. منم بودم. آره چه منم تو اسپیس بودم. والا نمیدونم آجی یادم نمیاد. حاجی، من دیشب خونه مادر بزرگم بودم. بعد این بنده خدا خب اوضاش میدون نیست دیگه، مثلا تخت بیمارستانی و دستگاه اکسیژن و فلان، این داستانه اینجوری. بعد اشالش پرستارش نیومده بود، ما کمکی رفته بودیم اونجا. بعد گوشش هم سنگین شده، بعد قرآن خونم هست و اینا. بعد از یه طرف قرآن میخونه، از یه طرف هم این تلویزیون، نمیدونم شبکه قرآن چیه، دم به ساعت قرآن و ترتیل و فلان و این داستان هست. یعنی آجی از دیروز تا امروز ساعت 4 و 5 بعد از ظهر من مخم سرویس شده ها، از بس که آیات قرآنی رفته توی مغز ما. یعنی قشنگ الان اینجوری پلی کنم یه عبدالباسط براتون میخونم. پاتریک جان خوش اومدی داداش، بشنویم صدات. سلام بچه ها، سلام. صدا من هست؟ خوب هستید؟ خوش میگذره؟ و در ضمن به حضور شما که فکر کنم چیزی که با مکالمه که با عطار داشتم میگه که این آخرین اسپیسشه و دیگه با ما میخواد قهر کنه و میخواد بره و دیگه ما رو دوست نداره و و یه مقدار بره استراحت کنه تا دوباره برگرده دیگه با انرژی قوی. قال پاتریک علیه السلام، درسته؟ این قاله من درست بود یا یه مقدار مشکل؟ تریک گفتم بین خودمون بمونه یزیدتو. آره نداره. آره یه مقدار خسته شدم حقیقتش دیگه. نمیتونم دیگه اسپیس اینو بزنم مثلا دیگه، واقعا نه حوصله‌شو دارم، نه توانشو دارم، نه انرژیشو دارم. یه مدت بریم مرخصی همین یه ذره لایک و ریت بکنیم و توییت بزنیم و دیگه بسته به نظرم دیگه خسته شدیم دیگه. یه سری هم شاید الان خوشحال بشن، جشن و پایکوبی بگیرم از خودشون. والا دیگه چیکار کنیم دیگه. آقا اگه اجازه بدید بحث رو بریم جلو و بچه هم اضافه میشن دیگه انشالله به اون خدا. چون که الان فکر میکنم یه 10 دقیقه یه ربطی هستش که ما منتظر شدیم بابت ارزم به حضورتون که بچه ها تا بیان. خب من فکر میکنم که رسیدیم به بحث، بذار ببینم کجا بودیم. اولیگارش بودیم، اولیگارشیه که حالا چون بیدر میگه اولیگارشی ما میگیم اولیگارشی. حالا یه سری غلط املایی میگم نه اولیگارشیه نمیدونم فلانه. به هر حال ما یاد گرفتیم که هرچی که بزرگترمون بگه میگیم همون درسته. به هر دلیل عرضم به حضورتون که یه من رفتم مطالب قدیمم و شانسی پیدا کردم. یه بارم ما قبلا در مورد این مسئله صحبت کرده بودیم، یه رفتم چرخیدم خلاصه تونستم این مطالب رو پیدا بکنم. عرضم به حضورتون که حکومت حالا اولگاریشی رو عرضم به حضورتون که جناب افلاطون میگن که برای دوران صلح به درد نمیخوره این نوع از حکومت، اما برای دوران جنگ عرضم به حضورتون که این نوع از حکومت میتونه جواب بده و حالا به خاطر شرایط جنگی و حالا شرایط بحرانی که به وجود میاد برای دوران جنگ این نوع از حکومت رو
حالا خوب در نظر گرفتن. از نظر افلاطون اولگارشی نوعی منحط و فاسد شده از آریستوکراسی است و در آن گروهی کوچک زمامداری جامعه را در دست میگیرند و اغلب این گروه کوچک نظامی هستند، اما در بعضی از مواقع این گروه ها می تواند گروهی از اصناف مختلف و ثروتمند جامعه هم باشد. حالا شرایطی که به وجود میاد توی حکومت اولیگارشی، پول معیار همه چیز هستش توی این نوع از حکومت. عرضم به حضورتون که جامعه به دو قطب غنی و فقیر تقسیم می شود. هر کسی به مشاغل متعددی مشغول است و عرضم به حضورتون که حالا من این مطالب رو تونسته بودم در مورد اولیگارشی احساس کردم که اینا مهمه. حالا بخوایم ببینیم که حالا چرا ما مخالف هستیم با این مدل از حکومت. حالا در شرایط صلح دیگه، در شرایط جنگ که گفتم مثل که به نظر خوب هستش، اما در شرایط صلح عرضم به حضورتون خود آقای افلاطون میگه که این نوعی منحط شده و فاسد شده است. یعنی اگر یک کشوری حکومت آریستوکراسی داشته باشه، حالا بعد از سالیان سال عرضم به حضورتون که وقتی که دیگه به افول خودش نزدیک میشه و حالا تغییری توش اتفاق میفته، میتونه تبدیل بشه به حکومت اولیگارشی که حالا یک گروه کوچک نظامی یا یک گروهی از اصناف مختلف و ثروتمند جامعه میان حکومت رو در دست میگیرن. این خب حالا میتونه به نوعی همون مدل دیکتاتوری باشه، حالا به یک نوعی، البته نه دیکتاتوری کاملا، اما خب به نوعی شبیه به حکومت دیکتاتوری میشه. خب تفاوت‌هاش با آریستوکراسی که تا الان دیدر برای ما بازگو کرده و معرفی کرده، مسئله این که پول معیار همه چیز هست، به نظر من یکی از مسائلی هستش که باعث میشه حالا با هر خط فکری، به نظر من در جهان امروز اون افرادی که حالا آزاداندیش هستن و یک مقدار مطالعه کرده باشن جوامع رو و به فکر این باشن که یک جامعه سالم و پویا داشته باشن، به نظر من این نکته میتونه نکته‌ای باشه که باعث مخالفت بشه. یه مسئله دیگه ای که اینجا عنوان شده در مورد اولیگارشی، جامعه به دو قطب غنی و فقیر تقسیم می شود. این خب حالا تقریبا همون چیزی هستش که ما باهاش خب مخالفیم دیگه. یعنی میگم مثلا شما ریستارتی هم اگر نباشی، وقتی که ببینی یک جامعه قراره یه همچین شکافی توش اتفاق بیفته و اینطوری تقسیم بندی بشه به غنی و فقیر، خب از نظر هر کسی این هم یکی از نقص هایی هستش که میشه به حکومت داشت و عرضم به حضورتون که دچار مشکل میکنه جامعه رو. یعنی اون جامعه، اون آرمان شهری که حالا ما در نظر داریم، باز این هم باعث میشه که ما رد بکنیم یه همچین نوعی حکومتی. و یه مسئله‌ای که وجود داره اینه که هر کسی به مشاغل متعددی توش مشغوله. این هم دوباره باز به نظر من با روح آریستوکراسی مغایرت داره و مشکل داره این مطلب. خب به هر حال توی جوامع امروزی اینکه به هر کسی بخواد دارای چند شغل باشه از چند منظر میتونه رد شده حساب بشه. حالا از نوع این که نمیتونه واقعا اون شخص، عرضم به حضورتون که وظایف خودش رو دقیق و جامع انجام بده. بحث این که
توی وقتی که اون قسمتش که میگه پول معیار همه چیز هستش، با این که ما میگیم جامعه باید مسئولین جامعه باید دارای خرد و اندیشه باشه و حکومت دست خردمندان باشه. حالا هر نوع طرز فکری که شما میخواید، اگر دنبال دموکراسی هم باشی، خب این مسئله رو رد میکنی دیگه. یعنی هر مدلی که بخوای بهش فکر بکنی، این اتفاقایی که توی حکومت اولیگاریش میفته به نظر من مسئله رد شده است و همین چند تا نقصی که توی حکومت اولیگارشی وجود داره به نظر من عرضم به حضورتون که باعث میشه که یه سری اتفاقات توی جامعه بیفته. مثال نابرابری و بی‌عدالتی توی جامعه اتفاق میفته. همون مسئله این که جامعه به دو قطب فقیر و غنی تقسیم میشه و عرضم به حضورتون که این مسئله رو بهش دامن میزنه. و یه مسئله ای هم که وجود داره اینه که در حکومت اولیگارشی تصمیم گیری ها همیشه به نفع گروه حاکم و به زیان اکثریت جامعه انجام می شود. خب دیگه مشخصه دیگه، وقتی که حکومت به دو قسمت غنی و فقیر تقسیم میشه، خب اون قشر ثروتمند حتما منتسب هستن به حکومت و حالا به واسطه سبب یا نسب عرضم به حضورتون که اینها ارتباط دارن با حکومت و هر تصمیم گیری که اتفاق میفته به نفع گروه حاکم، به نفع ثروتمندان و به ضرر قشر فقیر هستش که احتمالاً اکثریت جامعه رو قشر فقیر در بر خواهد گرفت. این هم منجر به نابرابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می شود که با سعادت جمعی در تضاد هستش. این یه نکته بود که حالا در برابر مسئله نابرابری و بی‌عدالتی اتفاق میفته که به نظر من با روح آریستوکراسی مغایرت داره این مسئله. مسئله بعدی عدم مشارکت عمومی هستش. در حکومت اولیگارشی مردم را از مشارکت در اداره امور محروم میکنند. سعادت جامعه نیازمند مشارکت گسترده شهروندان در تصمیم گیری ها و احساس تعلق به جامعه داشتن رو داره و این مسئله مشارکت عمومی هم حالا طبق صحبت هایی که تا اینجا لیدر داشته قطعا با روح آریستوکراسی مغایرت داره و جامعه این که بخواد عموم مردم خودش رو، حکومتی که بخواد عموم مردم خودش رو از مشارکت در اداره امور محروم بکنه، خب الان در این دور زمانه به نظر من از هر دیدگاه سیاسی دچار مشکل و نقص هستش. این هم دوباره باز یکی از ایراداتی هستش که به حکومت اولیگارشی وارد هستش. عرضم به حضورتون که مسئله بعدی که وجود داره در حکومت اولیگارشی فساد و سوء استفاده از قدرت هستش. اولیگاریش ها معمولا از قدرت برای حفظ منافع شخصی یا گروهی خود استفاده میکنن. خب این هم با این تعریفی که ما داریم و این نقص هایی که در این حکومت وجود داره قطعا این اتفاق خواهد افتاد دیگه. یعنی اولیگاریش ها عرضم به حضورتون که قدرت رو در حیطه خودشون همیشه نگه می‌دارن و همین باعث میشه که فساد اتفاق بیفته. چرا فساد اتفاق میفته؟ خب دیگه این کامل مشخصه، به خاطر اینکه قدرت وقتی که فقط در یک جمعی حضور داشته باشه و از نخبه ها استفاده نشه، یواش یواش شما دیگه مجبوری برای یک سری از منصب‌ها در حکومت به واسطه رابطه و حالا روابط گفتم نسبی و سببی که اتفاق میفته یه سری افرادی رو بذاری که فقط بالا سر اون
مسئولیت باشن و حالا یه اسمی باشه اونجا. همین حالا خیلی داریم میبینیم توی همین کشور خودمون هم داره این اتفاق میفته، در حالی که اون فرد اصلا نسبت به اون مسئولیتی که بهش داده شده هیچ اطلاعی نداره، هیچ علمی نداره و عرضم به حضورتون که باعث میشه که فساد اتفاق بیفته در سیستمی که تحت رهبری داره، چون که واقعا نمیتونه زیر مجموعه خودش رو به نظر من به اون صورتی که باید و شاید مدیریت بکنه و کلا یک بی‌اعتمادی بین مسئولین و مردم به وجود میاد و همین بی‌اعتمادی هم باعث میشه که اون اولگاریش ها از قدرت خودشون بیشتر استفاده بکنن و وقتی که بحث قدرت میاد وسط و استفاده کردن از قدرت، حتما عقل و منطق میره کنار و باعث میشه که این فساد اتفاق بیفته. توقف پیشرفت اجتماعی، خب مشخصه دیگه، وقتی که یک جامعه مسئولینش سواد کافی و علم کافی نسبت به مسئله‌ای که باید انجام بدن رو ندارند، حتی اگر نخبه‌های جامعه هم بخوان وارد عمل بشن و کاری رو انجام بدن در جهت پیشرفت جامعه، چون که در گروه حکومت و در گروه قدرت نیستن، خب حتما طرح‌ها و گفته های اونها به حاشیه رانده میشه و مورد بررسی قرار نمیگیره و در نهایت باعث میشه که اون جامعه دیگه هیچ پیشرفتی نداشته باشه، حالا چه از نظر اقتصادی، چه از نظر صنعتی، چه از نظر دانش و خیلی از مسائل دیگه. بی‌اعتمادی و شکاف اجتماعی، تمرکز قدرت در دست عده‌ای محدود باعث می شود که بی‌اعتمادی و خشم مردم عرضم به حضورتون که اتفاق بیفته. خب وقتی که جامعه و مردم می‌بینن که یک قسمتی از جامعه بسیار ثروتمند هستن، قدرت دستشون هستش، هر کاری که میخوان میتونن انجام بدن، خب این باعث میشه که حالا درست مردم قدرتی ندارن، اما همین بی‌اعتمادی و داشتن خشم نسبت به حکومت باعث میشه که از هر فرصتی که پیش میاد استفاده بکنن برای اینکه بخوان به حکومت و به جامعه ضربه بزنن و این ضربه زدن رو برای خودشون شاید یک افتخار در نظر بگیرن، شاید راهی به نجات در نظر بگیرن و خب این مشکلاتی رو برای اون جامعه و حکومت به وجود میاره، حتی برای خود مردم. اما خب مردم بین بد و بدتر خب بد رو انتخاب میکنن و بیشتر در صدد این هستن که یک اتفاقی رو در کشور رقم بزنن، یا کودتا بکنن یا انقلاب بکنن یا قیام بکنن تا بتونن شرایط رو به نفع خودشون برگردونن. یه مسئله دیگه ای هم که در حکومت‌های اولگاریشی به وجود میاد با توجه به تمام این مسائلی که خدمتتون عرض کردم، عدم پاسخگویی هستش که این عرضم به حضورتون که دیگه ضربه آخر رو به این مدل از حکومت میزنه، بابت اینکه ما بخوایم این مدل، این الگوی حکومتی، این مدل حکومتی رو رد بکنیم و طرفدار این مدل حکومتی نباشیم. یعنی حالا دارم در مورد نظر خودم میگم، چون که بالاخره توی جامعه مردم در مورد یک سری از مسائل، حالا چه اقتصادی باشه، چه عدالت اجتماعی باشه، سوالهایی براشون پیش میاد، حتی اتفاقهای خیلی پیش پا افتاده. مثلا اگر یکی از افراد حکومت چه میدونم دچار قتلی بشه، دچار عرضم به حضورتون که ظلمی بشه به مردم عادی و به قشر تغییر جامعه، خب با این وقتی که به این توجه میکنیم ببینیم که قدرت در گروه یک قشر خاصی از جامعه هستش، حتما قوه قضاییه و حتما حکومت طرف نفر خودش رو خواهد گرفت و عرضم به حضورتون که
همین باعث میشه که نارضایتی در مردم به شدت بیشتری داشته باشه. حالا این یک مثال بود که همین الان تو ذهنم اومد، اما در خیلی از مسائل دیگه، مثلا اگر الان مسئله آب در جامعه ما الان مثلا خیلی دارن در موردش صحبت میکنن. شما حساب بکن اگر یه حکومت اولیگارشی باشه، مسئله آب به مشکل بخوره، برق به مشکل بخوره، تامین انرژی به مشکل بخوره و حکومت هم پاسخگو نباشه، یعنی اصلا براش مهم نباشه که مردم آب دارن ندارن، نون دارن بخورن ندارن، انرژی وجود داره نداره، و هیچ پاسخگویی ارزم به حضورتون که توی اون جامعه از نظر حکومت اتفاق نیفته. خب این مشخصا معلومه که هیچ کدوم از مردم دنیا واقعا دوست ندارن یه همچین مدل حکومتی بیاد بالای سرشون وایسته و بخواد بر اونها حکومت بکنه. حالا این توضیحاتی بود که من در مورد حکومت اولیگارشی تونسته بودم جمع‌بندی بکنم و خدمتتون ارائه دادم. مسئله‌ای که وجود داره، حالا من اندازه 1 دقیقه دیگه صحبت بکنم و دوستان ادامه‌اش رو برم. عرضم به حضورتون که مسئله اینه که ما برای اینکه بخوایم در نظر بگیریم که آقا ما چرا حکومت آریستوکراسی رو به عنوان بهترین نوع حکومت برای خودمون در نظر میگیریم، باید بیایم از یعنی چون اطلاعی نداریم، حالا همین لیدر هم اومد برنامهش رو رفت و دقیق نمیدونیم که اون مدینه فاضله یا اون امپراتوری که ما در نظر داریم، شکل حکومتی که در نظر داریم به چه شکلی هستش و چگونه قراره که ما رو برسونه به اون مدینه فاضله، برای اینکه خودمون رو حداقل توجیه بکنیم یا اگر مورد سوال قرار میگیریم بتونیم جوابی داشته باشیم، میتونیم از برهان خلف استفاده بکنیم. یعنی چی؟ یعنی بیایم بقیه انواع حکومت ها رو نقض بکنیم برای اینکه ثابت بکنیم حکومت ما حکومت درستیه. فعلا در حال حاضر در این شرایط که اطلاعات بسیار کمی در مورد آریستوکراسی داریم و لیدر قولش رو داده که برامون بازش میکنه و در موردش صحبت میکنه، من ترجیح هم این بود که بیایم از این بحران استفاده بکنیم تا بتونیم به جواب من برسیم. یعنی اگر سوالی طرح میشه از این طریق که حالا یک روش علمی هم هستش در بحث ثابت کردن قوانین در ریاضی و فیزیک، خیلی هم استفاده میشه و کاربرد داره، میتونیم برای این سوالی که برامون به وجود میاد یا برامون به وجود میارن استفاده بکنیم تا بتونیم حداقل یا خودمون رو قانع بکنیم یا اون فردی که داره از ما سوال میکنه بتونیم قانعش بکنیم و حداقل بتونیم یک بحثی رو یا یک صحبتی رو پیش ببریم. خیلی ممنون که به صحبتهای من گوش کردید. حامد عزیز خیلی خوش اومدید. جناب کوروش خوش اومدید. پرشین کوین، خانم رها، رضا سفلا، عباس، پرشین و عرضم به حضورتون که ریستارت 7، حالا من عدد 7 رو دارم میبینم. من مایک خودم رو میبندم. پاتیش جان اگر صحبتی هستش در خدمت شما هستیم. دری جان اگر شما مطلبی هست بفرمایید. رضا جان اگر میتونی بزن من واسه رضا هم مایک بفرستم بیاد بالا با هم دیگه صحبت بکنیم. حامد عزیزم اگر میتونه در بحث شرکت بکنه، شرایطش رو داره، براش مایک بفرستم که بیاد بالا با هم دیگه صحبت بکنیم و این بحث رو ببینیم میتونیم جمع و جورش بکنیم، یه جمع‌بندی درستی داشته باشیم نسبتش یا نه. پاتیک جان بفرمایید. آقا سلام مجدد خدمت عزیزان، هاست عزیز، کوهاست عزیز، به قول معروف از این بالا تا اون بالا. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید و همیشه دلتون خوش باشه به قول معروف. ببینید من 2 سوال میندازم وسط، اصلا من کلا متخصص اینم. 2 سوال میندازم وسط و دیگه میذارم که به چرخه ببینم نظر بچه‌ها چیه یا بچه‌ها که این پایین کامنت میدن. یکی این که
تو یه بدون شهر بود، تو برنامه بدون شهر بود فکر کنم، که لیدر در واقع میگفتش که گلوبالیستا هی به پوتین و روسیه میگن اولیگارکای روس دارن فلان میکنن، بیسار میکنن. و ارزم به حضور شما خب در یک برنامه دیگه هم که پاتریوت حکم امسال بود، آقای پوتین رو به عنوان پاتریوت اعلام کرد و تو برنامه اخیرش دنبال آریستوکراته. خب درباره آریستوکراسی که نمیخوایم صحبت بکنیم، اما سوال من اینه که چطور یک پاتریوت میتونه اولیگارشی رو اداره بکنه و موفق هم باشه، و آیا میتونه از اولیگارشی ببره به سبک‌های بالاتر یا نه؟ دوم اینکه در افلاطون گفته شده، حالا اگر کسی از بچه‌ها دوباره بعضی از عزیزان نگن که تو با چه اجازه‌ای از افلاطون میخونی یا اینا، حرف افلاطون رو میزنی، عرضم به حضور شما که گفته شده در کتاب افلاطون که میل به ثروت زیاد میشه در حکومت اولیگارشی، و عرضم به حضور شما که مردم میل به دموکراسی پیدا میکنن و یک شورش عمومی به وجود میاد تا این حکومت برانداخته بشه در دراز مدت. و آیا باید سوال بکنیم که در روسیه این میل به دموکراسی هست یا نه، به عنوان اگر این روسیه رو به عنوان اولیگارشی در نظر بگیریم. پس این دوتا سوال رو داشته باشی تو ذهن، ببینیم که به چه مسیری میریم. اما در مورد اولیگارشی اگه بخوایم خیلی خلاصه، کوتاه، موجز، مختصر، خیلی شسته رفته صحبت بکنیم، اینی که اولیگارشی زمانیه که میل به ثروت در یک جامعه میل اصلی هست و حکومت در دست یک اقلیت ثروتمنده و اکثریت فقیر نمیتونن تو رأس قدرت شریک باشن، نظر بدن، صحبت بکنن و از مشارکت سیاسی به قول معروف محرومن. ثروت معیار اصلیه برای قدرت، یعنی هر کس که ثروتمند باشه در واقع نفوذ بیشتری در اعمال قدرت داره، حالا چه در قوه مجریه، چه در مقننه، چه در قضاییه. و کلا جامعه به دو بخش تقسیم شده، جامعه غنی و جامعه فقیر. و عرضم به حضور شما هر لحظه خطر شورش فقرا وجود داره و ترس حکومت از این شورش فقرا که به قول معروف بره به سمت دموکراسی و در واقع برانداختن رژیم توسط اقلیت فقیر ناراضی. و حاکمان نمیتونن جامعه رو خوب اداره بکنن، عادلانه به قول معروف اداره بکنن، چون درگیر حفظ دارایی هن. یعنی همش دنبال اینن که مالشون 2 تا بشه، 4 تا بشه، 6 تا بشه. غلط بنگایی در واقع میبینن حکومت و اون مقام رو. و افلاطون تو کتاب جمهوریش و فصل 8 در واقع میگه که اولیگارشی از دل تیموکراسی به وجود میاد. حالا در مورد تیموکراسی بعداً صحبت میکنیم. و عرضم به حضور شما افراد نالایق دوست دارن که داراییشون بر اساس دارایی بر دیگران حکومت میکنن و میزان داراییشون در واقع. و اولیگارشی اشاره کرده که باعث اختلاف طبقاتی شدید در جامعه میشه و اون تا اونجا میرسه که دیگه مردم، یعنی اکثریت فقیر دیگه تحمل نمیکنه و اقدام به شورش و برانداختن اون رژیم میکنه. پس مبنای حکومت در اولیگارشی اگه بخوایم جدول بندی بکنیم، خیلی راحت بگیم، مبنای حکومت ثروت و مالکیت، طبقه حاکم اقلیت ثروتمند، ارزش‌های غالب سودجویی، احتکار رو دقت بکنید، احتکار رو ما میشنویم تو برخی خبرهای داخلی خودمون، سودجویی، نحوه مشارکت سیاسی. فقط افرادی که دارایی خیلی معین و بالایی دارن میتونن که مشارکت سیاسی داشته باشن. منشأ انحطاط و در واقع منفی بودن این حکومت به خاطر افزایش نابرابری، فساد
و شورش فقراست در نهایت. ساختار اجتماعی کلا دو قطبی، اقلیت ثروتمند اکثریت فقیره و همواره ترس از شورش فقرا وجود داره و حکومت بی‌ثبات هست به این دلیل. و سرنوشتش هم اینه که به دموکراسی منجر میشه از طریق انقلاب فقرا. و عرضم به حضور شما که انسان اولیگارک کیه؟ انسانیه که فردیه که ثروت رو بالاترین ارزش میدونه و تمایلات دیگر رو برای حفظ این ثروت سرکوب میکنه. این تمایلات بالاخره انسان تمایلات متفاوتی داره، حالا اون ثروت هم ممکنه یکیش باشه، اما همه میلهای دیگرش رو در جهت بالا بردن ثروت چکار میکنه؟ سرکوب میکنه که فقط این ثروت یا حفظ بشه یا بیشتر باشه. به خاطر همین انسان اولیگارک انسانیه که ممکنه در ظاهر منظم باشد اما درونش پر از تضاد و ترسه. به خاطر اینکه ثروتش نکنه کم بشه و تضاد به خاطر اینکه میل‌های دیگه‌ش رو سرکوب میکنه و اون نظمی هم که داره به خاطر اینکه ثروتش زیادتر بشه با کار و حالا با در واقع تلاش‌هایی بر این مبنا. و حالا در مورد اولیگارشی، فضیلت یا دانش ملاک حکومت نیست، بلکه ملاک حکومت میزان دارایی و میزان نفوذ بر اساس دارایی هست و رهبران بیشتر نگران اینن که مال و اموالشون بیشتر بشه و حفظ بشه تا اینکه خیر عمومی رو در واقع هدف قرار بدن. اولیگارشی حکومتیه که فقیران هیچ حرفی واسه گفتن نمیتونن داشته باشن و ثروتمندان هر چقدر که نالایق باشن میتونن که بر جامعه حکومت کنن. نتیجه این حکومت چیزی جز نابرابری و نفرت عمومی نیست. خب of course منظور از نابرابری بحث اختلاف طبقاتیه و نفرت عمومی هم به خاطر این نابرابری بین مردم به وجود میاد. احتکار رو انجام میدن برای اینکه سود حاکمان، سود راندخاران وابسته به حاکمان هم در واقع تو بعضی موارد تو بعضی زمینه‌ها افزایش پیدا بکنه. آدم‌های اینجوری خیلی میل به سرمایه و زمین دارن. بحث زمین اون موقع سرمایه قدیمی ترین سرمایه بشری در واقع بعد از تشکیل حکومت و اینها بحث زمین بوده. حالا بعدا نوع سرمایه عوض میشه، به پول و امکانات و اینا در واقع منجر میشه، ولی خب قدیمی ترین سرمایه بحث زمین بوده. و حفظ حرمت‌ها و آموزش فلسفی و اینها در این حکومت تقریبا جایی نداره و عرضم به حضور شما که اختلاف طبقاتی وجود داره، فساد وجود داره، اما جرأت حرف زدن در مورد این فساد وجود نداره به خاطر اینکه میل به حفظ حکومت به خاطر حفظ ارزش دارایی هست و هر گونه در واقع شورشی سرکوب میشه، ولی همواره این خطر شورش این روش خودش به قول معروف بخواد که ادامه بده. پس یه خلاصه ای من از این حکومت اولیگارشی بنده گفتم با استناد به کتاب جمهور افلاطون به صورت خلاصه خدمت شما عرض کردم که نتیجه این حکومت هم چیزی که گفتم دموکراسی هست و نمیتونه حکومت به این روش ادامه پیدا بکنه. بیشتر صحبت نکنم، از این دیگه صحبت بکنم. ضمن اینکه اون 2 سوالم اگر یادتون باشه سعی کنید جواب بدید که بحث بچرخه و به نتیجه حداقل برسیم، بعد برسیم سراغ تیموکراسی. خوشحال میشم بشنوم. بفرمایید. بله خیلی ممنون پاتریک جان. عرضم به حضورت که حالا من یه نکته رو بگم خدمت دوستان. حالا این یه دونه از سوالات بحث این که چرا اولیگارشی عرضم به حضورتون که نمیتونه حکومت مورد علاقه ما باشه. حالا دوستان هر سوال فرعی دیگه بابت این سوال بیسی که ما داریم میتونن طرح بکنن و بیان در موردش صحبت بکنن. حالا هر مسئله که وجود داره
به خود آریستوکراسی فقط پرداخته نشه از طرف دوستان، حالا جز قوانین اسپیس. عرضم به حضورت که بحث روسیه رو که در موردش گفتی، به نظر من حالا بیشتر صحبتی که در مورد اولگاریش بودن روسیه دارن انجام میدم، من فکر میکنم به خاطر بحث نظامیگری و اون روح نظامیگری که توی حالا سیاست و رفتار مسئولین حکومت در روسیه هستش. فکر میکنم یه همچین تفکری به وجود اومده. باید مطالعه بشه حکومت روسیه، بعداً بکنم بشه جواب داد. من خودم حقیقت مطالعه نکردم زوایای مختلف حکومت روسیه رو، به خاطر همین جوابی که بدم جواب پخته و کاملی نخواهد بود در مورد این مسئله و همون مسئله نمیدانمه. اما تنها نکته که بابت این سوالی که پرسیدی این به نظرم اومد در حال حاضر، حالا بعد اگر زمانش بود و یادم موند باید برم اینو مطالعه بکنم ببینم که داستان از چه قراره. سوال دومی تو حقیقتا یادم رفت، اگر بگی دوباره من بیاد تو ذهنم، اگر لطف کنی بگی ممنون میشم. سوال دوم یه بار دیگه همشو بگم. یکی این که چطور یک پاتریوت میتونه اولیگارشی رو حفظ بکنه و انحطاط نکنه اون جامعه. دوم این که اولیگارشی افلاطون میگه منجر به دموکراسی میشه به خاطر شورش فقرا. آیا میل به دموکراسی رو شما در مردم روسیه میتونی ببینی و وجود داره؟ و بحث نظامیگری هم ربطی به اولیگارشی نداره، میخوره به تیموکراسی، اصلا یه بحث دیگه است. اولیگارشی اون حکومت باندیه که مبنای حکومت ثروت. بفهم. ببین، طبق حالا این چیزی که من جمع کرده بودم منتسب میکنم به چیز به توی دموکراسی هم درست داری میگی، توی اونجا هم یه همچین مسئله وجود داره. من فکر میکنم این بچه اشتراک دموکراسی و اولیگارشی باشه. این مطلبی که داری میگی بحث نظامی، اما چیزی که من رفتم در آوردم به این مسئله اشاره میکنه، به مسئله این که یک گروه نظامی در این مسئله میان، حالا یا یک گروه نظامی یا یک گروه صنفی ثروتمند و دارایی های زیاد. توی تیموکراسی هم تقریبا یه همچین چیزی، حالا برسیم بهش، یه همچین چیزی مطلبی رو من تونستم جمع بکنم در مورد این مسئله. میگم گفتم بهت من چیز ندارم، مطالعه ندارم بحث روسیه رو، نمیدونم داستانش چیه. اما این سوالت که یک پاتریوت چگونه میتواند حکومت اولیگارشی رو ارزم به حضورتون که اداره بکنه و این رو هم حقیقتش نمیدونم. یعنی دو تا سوالی پرسیدی که من اصلا تا الان بهش فکر نکرده بودم. این دوتا رو از طرف من نمیدانم. حالا بقیه دوستان اگر بتونن جواب بدن یا حالا با هم دیگه چه میدونم یه ذره به هم دیگه پاسکاری بکنیم، شاید یه شیک چراغی تو می‌کنی ذهن. سوالا رو در حد المپیاد خدا وکیل. المپیاد علوم سیاسی. آره به ذهنم نرسیده بود حقیقت، چون که الان اتفاقا چیزی که داری میگی، حالا اگر واقعا حکومت روسیه، من نمیدونم این رو، اگر واقعا حکومت روسیه اولیگارشی باشه، پس پوتین که یک پاتریوت هستش از نظر ما، چگونه داره حالا اداره میکنه یا میخواد این مدل حکومت رو به سمت آریستوکراسی ببره یا نه، این هم دوباره باز هم یک سواله به نظر من که آیا پوتین قصد این رو داره که نوع حکومتش رو تغییر بده اگر اولیگارشیه به سمت ببره به سمت حکومت بالاتر، به سمت آریستوکراسی. به نظر من این هم یک سوال، این باید به نظر من مطالعه دقیق اتفاق بیفته توش. اما این سوالایی که پرسیدی خب تو اینجا ثبت و ضبط شد. 100% من میرم مطالعه میکنم در موردش. پاتریک اگه اجازه بدی، رضا 20 دستشو برد ثانیه من بالا.
یه بله 30 بله ثانیه من بفرما، بگم. شما بگو، حالا ببخشید چون سوال خود شرمنده بگو. من یه جوابی به این بده. سوالا بدم. یکی اینکه بله، میل به دموکراسی در حکومت‌های اولیگارشی وجود داره. نمونهش در همین روسیه بحث الکسی ناوالنی بود که مخالف پوتین بود و میخواست به کمک غرب و بحث دموکراسی حکومت پوتین رو از بین ببره، ولی خب حالا به طرز مرموزی حذف شد، کشته شد. الکسی ناوالنی یک دموکراتی بود که میخواست حکومت پوتین رو، اولیگارشی پوتین رو از بین ببره. بحث بعدی بحث پاتریوت هاست. بله، اگر قبول کنیم که پاتریوت همون آریستوکرات هست، کسی که میخواد آریستوکراسی رو بیاره، حتی اگر بر یک حکومت اولیگارشی سوار باشه به نام روسیه فرض بکنیم، بله اون تلاش میکنه که با توجه به سیر سعودی نزولی کتاب جمهور که میگه که سومیش اولیگارشی، دومیش تیموکراسیه و بعد آریستوکراسی، سعی میکنه پله پله اول ببره اولیگارشی رو به سمت تیموکراسی، حکومت نظامی که مبنای اون، حالا دیگه وارد شدیم دیگه، بحث شرافت و بحث‌های نظامی و نظم و انضباط نظامی و جنگ‌ها و اینها هست، ملاکش ببره و بعد از اون ببره به سمت اخلاق و خرد و اینها، بحث آریستوکراسی. پس بله، اگر پاتریوت حاکم باشه میخواد که به سمت بالا ببره، چون اصلا منطقش همینه، دوست داره که به سمت نظمی که خودش میخواد که همون آریستوکراسی ببره. کما اینکه ترامپ داره از دموکراسی مردم آمریکا رو میبره به سطح بالا آریستوکراسی، حالا یا پله پله‌ای، اولیگارشی، تیموکراسی، آریستوکراسی، یا اینکه کلا به سمت آریستوکراسی بخواد به روشی که حالا خودش میدونه سوق بده. این میل در پاتریوت‌ها وجود داره که مردم رو بر اساس اون چیزی که وجود داره، دیکتاتوری که دارن، دموکراسی که دارن یا اولیگارشی که دارن، ببره به سطح‌های بالاتر تا برسونه به آریستوکراسی. این میل وجود داره و پوتین هم یا ترامپ هم، حالا بر بستگی به نظم سیاسی خودشون، دارن این کار رو به نوعی تو کشور خودشون انجام میدن. ببخشید. بله خیلی ممنون. ارزم به حضور شاهزاده، خیلی خوش اومدی عزیز دل. کیان عزیز خیلی خوش اومدی. سید شهاب، مهدی، مازیار عزیز، خانم مینو، ولنتین، ایلیا، آقای خوشبهار و بقیه دوستانی که حالا حضور دارن من تو صفحه نمیبینم. رضا جان اگر مطلبی هست بفرمایید، شما در خدمتتون هستیم و برسیم اگر کیان مطلبی داره کیان هم بشنویم و بریم جلو دیگه، همینجوری بریم جلو ببینیم چه خبره. من بفرما رضا جان. فداتم سلام عرض می‌کنم. نه صحبتی ندارم، فقط به حد این که ببین تمام حکومت هایی که از دیکتاتوری حساب بکنیم تا اولگارشی، حالا آریستوکراسی که اصلا نمیدونیم در مورد صحبت نمیتونیم بکنیم، اینها هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه. یعنی از بابت اینکه مثلا اگه اون دیکتاتوری که داریم یه آدم پتریوت باشه، مطمئنا کشور رو به سمت ایدئال میبره. نمیتونیم بیایم بگیم که اولگارشی مثلا میگم حکومت بدی وجود، مثلا دیکتاتوری کاملا بده، یا اولگاریشی حکومت کاملا به این سمت که ثروتمندان و قدرتمندان حکومت میکنن بر فقرا. اصلا این معنای اولگارشی این چیزیه که در هر جای شما برین سرچ بکنین اولگارشی رو به این شکل میان تو صورتت میزنن که انگار یک گروه آدم ثروتمند غالبا بر مردم و در انتهای این اولگارشی انقلاب فقرا وجود داره. اصلا این کاملا اشتباهه. ببینید پوتین یک نفر نیست، پوتین یک گروهیه، اصطلاحا یک تیمیه. اولگارشی هم به این معناست یعنی یک لول پایین تر است دیگه. از نظر افلاطون اولگارشی یک لول حکومت پایین تر از آریستوکراسیه و تو اولگارشی افرادی با یک ایده، با یک تفکر مشابه میان قدرت رو میگیرن و مملکت رو میبرن جلو. حالا حساب کن ببینید شما حکومت همین اولگارش روس کنن، همه میگن اولگارش مال روسیه است که در حقیقت هم اولین بار توسط یک نفر از نمیدونم بورژیسکی بود، مفسر، یک آدم صاحب نظر بود، اومد واژه اولگاریش رو توی روسیه به کار برد. من چی یادم هست. ببین تو روسیه ما از سال 1999 که پوتین
قدرت از بوریس یلتسین گرفت، این اولیگارش ها بودن. خب ولی پوتین که اومد و اوضاع روسیه بسیار وحشتناک و خطرناک بود. یعنی روسیه که شوروی که تجزیه شده بود رسیده بود به روسیه هم در حال نابود شدن بود. پوتین که یکی از نیروهای کاگبه و نیروهای دولتی در زمان بوریس یلتسین بود، اومد شد رئیس جمهور روسیه. گروهی هم دور بر خودش جمع کرد. به مرور زمان این گروه هم تصفیه شدن، اصطلاحاً لول آپ کردن، به یک ایده و تفکر مشخص رسیدن، تونستن به تنهایی کشور، همین گروهی که الان بر روسیه حکومت داره، مثلا مثل مدمدوف، مثل خود پوتین، اینها تونستن کشور روسیه رو به یک جایگاه برسونن که در حال حاضر که داره با کل اروپا در حال جنگه، اقتصادش به مراتب داره رشد، سرعت صعودیش به مراتب بیشتر شده. خب پس این نیام بگیم که آقا حکومت اولیگاریش، یعنی حکومت که فقط و فقط حکومتیه که یک ثروتمندان بر مردم فقیر حاکم هستن. نه، حکومت اولیگارشی حکومتیه که یک عده با یک تفکر خاص که به هم نزدیک هستن میان اونجا رو، حکومت رو میگیرن، کشور رو میبرن جلو. خب این بازم میگم یه سری گپ ها توش هست که این گپ ها، مثلا میگم به نظر من همون قوه چهارم اگر در اولیگارشی باشه، قوه چهارم به مراتب اون مشکلات و چی میگن دیکتاتوری هایی که امکان داره در اولیگارشی به وجود بیاد رو کمتر کنه. خب میگم این چیز گپ هایی وجود داره در حکومت اولیگارشی. اگه اینها بره کنار، اینا رو بسته بشه، حکومت اولیگارشی حتی میگم دیگه به مراتب، حتی خود افلاطون هم گفته، از حکومت های دیگه بالاتر هست و به هیچ عنوان این که سقوط کنه به به حکومت تیموکراسی، این امکان ازش گرفته میشه. و یه مورد دیگه هم خدمت در مورد روسیه بگم. ببینید در مورد اولیگارشی، فقط ما روسیه رو در حال حاضر در کل دنیا داریم که حکومت اولیگارشی داره. هیچ حکومتی نزدیک به حکومت اولیگارشی به جز روسیه در کل دنیا نداریم. و پوتین هم که اومد رو کار، اومد چند تا از این خانواده هایی که به قول معروف، حالا پاتریک هم گفت دنبال این بودن که به چاپ بخور داشته باشن اون پشت، اومد اونا رو بست، کلاً بست و یه جورایی تحت فشار قرار داد. یه قراردادی هم باشون بست که آقا شما میتونید ادامه حیات بدید به شرط اینکه در راستای کشور باشه، در راستای مردم کشور باشه. و روسیه کلاً در عرض این 20 خورده ای سال که حالا ما بگیم 10 سال، چون از سال 2010 به این ور بود که پوتین تونست اصطلاحاً نیروهای خوبش رو جمع آوری بکنه، از سال 2000 تو این 10-12 سال کاری کرد که اروپایی که 300-400 سال از اون شاید جلوتر بود و پشت سر گذاشت. صحبت من تمومه دیگه، فعلا چیزی نه. ببین رضا، اول که باید ما ثابت بکنیم که حکومت روسیه اولیگارشیه. چیزی که در موردش میگن باش مشخصاتی که برای حکومت اولیگارشی معرفی شده یه مقدار متفاوته. چیزی که من توی ابتدای اسپیس گفتم، مشخصات حکومت اولیگارشی به چه شکلی اومده در کتاب، حالا در کتاب جمهور افلاطون یا در مطالب دیگه. اینکه حکومت روسیه اولیگارشی، اینو ما بعد اول بتونیم ثابت بکنیم. اینکه میگن مد نظر من نیست حقیقتش. دومین مطلبی که توی صحبتات بود اینکه تیموکراسی یکی لول پایین تر از اولیگارشی، این در حالی که به این شکل نیست. اول آریستوکراسیه، بعد تیموکراسیه، بعد اولیگارشی، بعد دموکراسی، بعد دیکتاتوریه. یعنی تیموکراسی یک لول بالاتر از اولیگارشی هستش. مسئله بعدی که وجود داره در مورد این که گفتی که حکومت روسیه اولیگارشیه و
به خاطر همین الان داره با کل اروپا میجنگه. بله، فکر میکنم تو طول امپراتوری کوروش لیدر توی قسمت 12 در مورد این مطلب فکر میکنم گفته که حکومت اولیگارشی در زمان جنگ حکومت خوبی هستش، اما در زمان صلح کارایی نخواهد داشت. مسئله بعدی که وجود داره این هستش که تعریف حکومت اولیگارشی به این شکل هستش که یا یک گروه نظامی یا یک گروه صنفی ثروتمند میاد جامعه رو در دست میگیره و شروع میکنه به حکومت کردن و جامعه به دو قطب ثروتمند و فقیر تقسیم میشه و این ارزم حالا مطالب رو من دیگه نمیخوام از اول بگم چون که در مورد اولیگارشی تقریبا یه توضیح کاملی رو دادم در مورد اینکه حکومت اولیگارشی به چه صورتی میشه که به یک لول پایین تر از خودش سقوط میکنه. اما خب الان عرضم به حضورت که ما یک فردی رو در روسیه داریم که این فرد مشخصاً برای ما معین شده که این فرد پاتریوت هستش، یعنی یک پاتریوت یک حکومتی بهش به ارث رسیده، تونسته توی یک حکومتی به قدرت برسه که داره سعی میکنه اون حکومت و اون جامعه رو لول اپ بکنه، به سمت بالا بیاره. پس این باعث نمیشه که چون پوتین داره یک سری کارهای درست رو در روسیه انجام میده ما بگیم که حکومت اولیگارشی حکومت خوبیه. میدونی چون یک پاتریوت داره اونجا مدیریت میکنه یه سری اتفاقهای خوب داره حالا داره توی روسیه میفته، نه اینکه حکومت اولیگارشی خودش باعث بشه که مردم اون کشور مردمی سعادتمند بشن در نهایت. و عرضم به حضورت که خود جوانب و نشانه ها و مشخصات حکومت اولیگارشی مدل حکومتش باعث نمیشه که مردم، یعنی شما هر چقندرم مثلا بیای بگی آقا من یه نفر دیگه حالا پوتین نباشه مثلا پاتریوت نباشه یه گلوبالیست باشه من بیارم بذارم روی یک حکومت ارزم به حضورت اولیگارشی و چون مدل این حکومت مدلی هستش که قوانین درستی داره و زوایا رو دیده و باعث میشه که این رشد توش اتفاق بیفته. چرا اتفاق نمیفته؟ به خاطر اینکه حکومت اولیگارشی ذاتاً حکومتی هستش که بر پایه ثروت و بر پایه قدرت ارزم به حضورت که دسته بندی میشه اون مدل حکومت، اون حاکمان، نه بر پایه خرد. و همین که باعث میشه جامعه به دو قطب غنی و فقیر تقسیم بندی بشه، این خودش باعث میشه که یک سری اختلاف ها در سطح جامعه اتفاق بیفته و همین اختلاف ها هی دامن زده میشه بهش و باعث میشه که حکومت در درون درگیر باشه با خودش و در نهایت به نظر من از بین بره و به یک لول پایینتر از خودش سقوط بکنه به عنوان دموکراسی. و حالا چیزی که پاتریک بهش اشاره کرد اینه که بالاخره یک سری از افراد میان و حالا به جای اینکه بخوان تیموکراسی یا آریستوکراسی رو به جامعه معرفی بکنن میان نوع حکومت ارزم به حضورتون که دموکراسی که یک لول پایین تر هست رو به مردم معرفی میکنن و ارزم به حضورت که اون رو حتی به باعث سقوط بیشترش میشن. و یه مطلب دیگه ای هم که وجود داره این هستش که ما داریم توی روسیه بحث انتخابات رو میبینیم در حالی که اصلا بحث انتخابات توی حکومت نوع اولیگارشی اصلا وجود نداره. حکومت در دست یک عده خاص دست به دست میشه توی اونجا بین خودشون، یعنی اصلا مردم بخوان بیان در مناصب حکومتی بخوان انتخابی رو انجام بدن ولو به شرط اینکه اصلا یک چیز فرمالیته باشه وجود نداره. به خاطر همین من شاید یک سری از قسمت‌های حکومت روسیه رو حالا مثلا بگیم میتواند اولیگاریش باشه، اما اگر بخوایم
این شرایطی که توی روسیه وجود داره رو بهش بگیم اولگاریشه، بعد به ترکیه هم بگیم اولگاریشه. عرضم به حضورت که من داشتم توی صحبتهای تو به ژاپن داشتم فکر میکردم که شاید بتواند او هم اولگاریش باشه. باز دقیق نمیدونم این رو که ژاپن میتونه یک حکومت اولگاریش باشه یا نه. اما به هر حال وقتی که ما میاییم مقایسه میکنیم با اون چیزهایی که از ریده شنیدیم در مورد آریستوکراسی، در مورد قوانینی که بهمون گفته و توضیحاتی که داده، میبینیم که عیار حکومت اولگاریشی واقعا نسبت به حکومت آریستوکراسی بسیار عیار پایینی هستش و با توجه به مشخصاتی که داره، نوع حکومتی که بتواند از طرف مردم یک جامعه انتخاب بشود نیست. شاید به اجبار وارد یک جامعه ای بشه، اما اینکه من به عنوان مردم بخوام این مدل حکومت رو در نظر بگیرم، به نظر من در انتخاب، چون حالا سوالی که ما اینجا مطرح کردیم بحث این هستش که چرا ما اولگاریشی رو انتخاب نمی کنیم به عنوان مردم. بیشتر زاویه دیدمون و نگاهمون به این شکل هستش که آقا من به عنوان یک فردی که در یک جامعه دارم زندگی میکنم و قدرت این رو داشته باشم که بخوام برای جامعه خودم یک حکومتی رو انتخاب بکنم و دارم مطالعه میکنم، آیا بین این 5 تا حکومتی که وجود داره میام اولگاریشی رو انتخاب میکنم یا میام آریستوکراسی رو انتخاب میکنم یا دموکراسی رو انتخاب میکنم؟ بیشتر فضای صحبتمون توی اسپیس به این شکل هستش. شده کیان عزیز رو هم بشنویم، کیان جان صحبت شما رو هم بشنویم تا دوباره یه چرخ بزنیم، برگردیم به پاتریک رو ببینیم ددی اگر صحبتی داره، حامد اگر صحبتی داره هم بشنویم. کیان جان بفرمایید. سلام جبار جان، شبت بخیر داداش. بچه های عزیز تک تکتون سلام میگم خدمتتون. وقتتون بخیر باشه، شب و روزگارتون خوش باشه، کیفتون کوک باشه. عرض به خدمتتون که در مورد این مطلبی که در مورد اولگارشی توی روسیه گفتی جبار جان، من کاملا باهات موافقم. این مسئله که اول باید ثابت بکنیم مثلا روسیه تو این قضیه هست یا نه، که از نظر من نیست. من نظر شخصی ما الان دارم میگم، از نظر من نیست. یعنی خیلی راحت و ساده میتونی توی همین هوش مصنوعی گراک سرچ بکنی، ببینی که مثلا توضیحاتش چی و فلان اینا. تو هر جایی به نوعی دارن روسیه رو به عنوان یک حکومت اولگارشی عنوان میکنن، مطرح میکنن. به قول خودت شاید بشه تو بعضی از قسمت‌هاش از حکومت پوتین بتونی شباهت‌ها و یا نقاط مشترکی رو با حکومت اولگارشی پیدا کنی. ولی حالا همین قضیه تو همین حکومت الان هم ممکنه، یعنی تو همین ایران خودمون الان، ایران فعلی نگاه بکنی، تو این حکومت هم خیلی نقاط مشترک و وجه تشابه میبینی با حکومت اولگارشی، حتی بیشتر از روسیه. یعنی اگر تو کف ترازو بذاری همین الان از نظر من با تعاریفی که مطرح هست از اولگارشی، ایران اولگارشی تره تا روسیه. حالا ژاپن هم تا حدودی، ولی خب ژاپن به خاطر اقتصادش و یک سری مسائلی که هست کمتر تو این کفه ترازو میاد به سمت اولگارشی. بعد یه موضوعی هم که هست، به نظر من پوتین وقتی که به عنوان پاتریوت مطرح میشه و عنوان میشه و این لول رو میگیره، من فکر نمی کنم جایی که بخواد حکومت خودش رو ادامه بده اونجا رو ما اسمش رو اصلا بتونیم بذاریم اولگارشی. پس سوالی که مطرح شده که یه پاتریوت چجوری حالا حکومت اولگارشی رو میتونه درونش باشه حالا و بعد جلو ببره، که مستقیم فکر میکنم مرتبط میشه با پوتین و سیستم حکومتی روسیه. پس اصلا به نظرم سوال اشتباهیه. من اینو رو اینجوری نگاه میکنم که اصلا وقتی که پوتین اونجا هست اصلا نمیتونم اسم حکومتش رو بذارم اولگارشی. چیزیه که تعریف بین الملل از اون حکومته. روسیه همیشه در جایگاهی بوده که من بگم اصلا کلا سمت روسیه هم خیلی
و پوتین رو خیلی دوست دارم. اصلا با این نظر شخصی ما یه ذره دارم میزنم تو بیان نظرات شخصیم الان. و سیستم حکومت روسیه رو خیلی قبول دارم، سیستم تفکری پوتین رو به شدت قبول دارم، خیلی باش حال میکنم. ترامپ هم همینطوره برام. ولی اگر بین این دوتا من بخوام یه بار یه انتخاب خاصی داشته باشم، نظرم نظر جمعه که میشه ترامپ. ولی اگر خیلی شخصی بخوام انتخاب بکنم، یه کوچولو مثلا 99% با فکر کنم مثلا ترامپ هم، ولی یه 0.5% میکشم خودم و سمت پوتین، چون سیستم تفکری پوتین رو خیلی قبول دارم و خوشم میاد و دوست دارم. آدمیه که مثال بزنم براتون، یه ذره برمیگرده به رشته خودم و تخصص و کار و فعالیت و فن و مهارت خودم. ببینید وقتی شما توی جلسه بین المللی، توی یک جایی، یک سمیناری، هر چیزی که میبینید مثلا مقامات حکومتی و اینا جمعن از کشورهای مختلف، شما دست پوتین، دست ترامپ موبایل دیدی، دست نتانیاهو دیدی، دست همه اینا دیدی، دست تک تک سران حکومتی تو میبینی. این موبایلی، یه دیوایسی، بالاخره یه چیزی میبینی شما. ولی در مورد پوتین این قضیه اصلا کلا فیله. شما هیچ ادوات و تجهیزات و تکنولوژی های الکترونیکی دست این بشر نمیبینی و دست تیمش هم به اون صورت نیست. بعضا تو تیمش مثلا یه سری هدفون ها و گوشی هایی هست که اونم یه سیم سفید، سیم مثل سیم تلفنی پیچ پیچیه، از تو گوش طرف اومده پایین، اصلا معلوم نیست واقعا اون هدفون باشه یا نه. سیستم حکومتی پوتین یک سیستمیه که بسیار داخلیه، یه اسمش بسته نیست ولی خب خیلی ناسیونالیزی شده است برای خودشون. یعنی خیلی مثل ژاپنیا سال 2002، اوایل سال 2002 گوشی موبایل دوربیندار در بین مردم ژاپن کاملا عمومی بود. خواننده بزرگی مثل شکیرا وقتی میره ژاپن اصلا میبینه موبایل، مثلا مگه موبایل دوربین داره، اصلا کف و خون قاطی میکنه که مثلا مگه میشه یه همچین چیزی ما داشته باشیم. که بعد روسیه هم همینطوریه. من یکی از دوستانم یکی از بچه‌هاش توی روسیه زندگی میکنه و این آدم مخالف حکومت پوتین و سیاست‌های داخل این کشور و بحث اقتصادی و تمام قسمت‌های حکومتی این کشوره. و در بین مردم روسیه هم مخالف حکومت بسیار زیاده، اما یک رضایت خیلی خوبی میشه دید در بین اکثر مردم روسیه. یعنی به اون شکلی که مثلا نارضایتی، اعتراض فلانی باشه تو روسیه وجود نداره. قدیم بیشتر بود، ولی ببخشید پوتین پاتریوت اومده به سمتی رفته که وضعیت زندگی رو بهتر کرده. از ایران که خب قطعا خیلی بهتر، از همین الان ما که تو ایران زندگی میکنیم خیلی بهتره، از بسیاری از کشورها هم بهتره. ولی پوتین توی سیستم حکومتی که داره توی روسیه محدودیت‌های زیاد بین المللی براش وجود داره و اخباری هم که حالا محدودیت‌ها یه طرف، اخباری هم که از سمت پوتین و حکومتش و نوع حکومت داخل روسیه به سمت جهانیان داره مخابره میشه و مدیای جهانی این رو داره پخش میکنه و من اخبار ضد برای پوتین و حکومتش و همیشه کوبیدنش و همیشه در موردش بد صحبت کردن و به شدت اینو اصلا گفتن افتضاح، نمیدونم فلانن. یعنی شاید یه اروپایی در مورد ایران بدونه فکر بکنه مثلا یه چیز تو مایه‌های مثلا ما بن لادنی و افغانستان و اینا، مثلا یه چیزی تو مایه‌های مثلا دامن و ردا تنمونه، بعد حتی اسلحه کمرمونه، بمب میذاریم این ور اون ور، مثلا اگه کسی بیاد از اون اینجا میمیره. یعنی من دیدم اینو. حالا الان خیلی داره بهتر میشه روند آگاهی مردم جهانی نسبت به وضعیت فرهنگی ما ملت پارس و متاسفانه ایران فعلی. در مورد روسیه هم همین داستانه. یعنی اونا هم به شکلی تو این ماجرا هستن، ولی خب روسیه یه خورده باز شرایطش تو این قضیه از ما بهتره. ولی مدیا همیشه سعی در تحقیر و در واقع میشه گفت نابود کردن و حقیر کردن سیستم حکومتی روسیه است. و این گفتن این که این سیستم حکومتی، الان من خودم تو گراگ زدم برام نمونه اولگارشی رو برداشت آورده گفته حکومت روسیه و پوتین.
در صورتی که اصلا اینجوری نیست. ما داریم میدونیم و بعد یه پاتریوت اونجاست، اصلا امکان نداره به نظر من اصلا شما اونجا رو بتونید تو دسته اولگارشی قرار بدی. و این نظر منه. اصلا نمیتونیم به نظرم اون قرار بدیم. ایران اولگارشی تره الان تا روسیه و حتی ژاپن که از بقیه ترازوش کفیش پایین تره. این در مورد سیستم حکومتی نظرم بود، نظر شخصیم. اما یه مطلبی رو میخوام بگم در مورد یه پرانتزی باز بکنم کوتاه در مورد اینکه عطار و پاتریک عزیز، من توی والا اسپیس هایی که بودم، خصوصا دیشب بود و حالا شبایی که اسپیس میذاشتید و اینا، عموما نمیام بالا حرف بزنم به خاطر اینکه شرایط روحی، روانی، درونیم، فکریم و مسیر حرکتیم در زندگی جوری شده که اصلا حرفم نمیاد و خیلی اسپیس ها میخواستم بذارم، برنامه‌هایی که مثلا دوست داشتم اینا رو رام بکنم بیارم بالا، حتی پلن داشتم براش که بیام یه سری چیزا معرفی بکنم، یه برنامه‌ای رو معرفی بکنم به بچه‌ها، مثلا در مورد قضیه نرم افزاری یه سری چیزا رو بگم، تو قضیه کامپیوتری یه چیزی رو بگم، الکترونیکی ببرم بچه‌ها رو جلو اینا. ولی متاسفانه نمیدونم، حالا خوشبختانه من حرفم نمیاد. خیلی رفتم تو حالت سکوت، اصلا یه حال عجیبی گرفته منو و به خاطر همین کمرنگ شدم و اوج فعالیتم شده چند تا ریتوییت و لایک و مثلا کامنت انگلیسی برای محدودین و نمیدونم، خلاصه اینجور داستانا و نیستم. این رو بگم که عذرخواهی کنم، من از این لحاظ این مدلی هستم. اما برنامه آخری که اومد عملا یه جوری یه پیغام برای من داشت، شخصا دارم میگم، این برای پیغام شخصی برای خود من بود که دیگه کمترم بکنم البته این قضیه رو و منتظر بشم تا ببینم برنامه بعدی چه چیزی هایی گفته میشه و بعد خط حرکتی که برای ما از طرف لیدر بزرگوارمون، سید بزرگوارمون تعیین میشه چی هست. من تا همین الانم که در مورد ارگارشی یا این چیزا نظر شخصیمو گفتم، البته نظر شما برای من کاملا قابل احترام و محترمه و دستتون رو میبوسم و اینکه نظر شخصیمو فقط دارم بیان میکنم. ممکنه مخالف باشید باهاش، ممکنه موافق باشید، این فقط بیان نظر، اظهار نظر شخصی منه. من طبق برنامه آخر ترجیح میدم دیگه توی اسپیس ها مثلا نگرم باشم، میام فقط شنونده باشم، گوش بکنم. واقعا دارم میگم یاد میگیرم و برنامه آخر به من یک جوری بود که من واقعا چون پلن داشتم، اصلا برنامه چیده بودم برای اینکه خیلی کارا بکنم، ولی یه حرفی توش داشت، یه صحبتی برای من توش داشت که اصلا شخصی بود. بستم کاملا. الان ترجیح میدم دهنم ببندم. همین الانم در مورد این قضیه که موضوع این اسپیس حرف زدم، احساس میکنم زیاد حرف زدم، مثلا نباید حرف میزدم. شاید مخالف باشید که قطعا همینطوره، ولی ترجیح میدم فقط مطالعه بکنم، فقط یاد بگیرم و فقط بخونم و به دانسته هام اضافه بکنم، چون تو این زمینه واقعا کم دارم، کم بودم رو قبول دارم و حس میکنم و در جهت رفع این کم بود و تقویتش به عنوان یک نقطه قوت دارم حرکت میکنم و الان چشمم، دستم، پام، تمام بدنم، فعالیتم به دهن در واقع سید بزرگواره و هر باری که مثلا برنامه جدید پخش میشه تمام وجودم خوشحالیه، واقعا موهای تنم سیخ میشه که خدا رو شکر ریستارت هنوز داره پخش میشه و هر بار دوست دارم اینو 1000 بار گوش بکنم و ریز بشم توش، فقط و فقط متمرکز بشم. مثل دقیقاً چیزی که سید آخر گفت، ذکر. درسته من به اون مرحله نرسیدم، اینو خودم دارم میگم که ذکر داده بشه و اصلا اون ول مطلم، اون پایینم، اما این برنامه برای من از هر چیزی مهمتر، واجبتر و نجات دهنده تره. همین که همین برنامه رو بیام هزاران بار بتونم گوش بکنم، به نظر من این معجزه‌ایه توی زندگی من و برای نجات منه و وارد به حقیقت اینجور موضوعات اصلا دوست ندارم بشم، نمیخوام بشم، چون اصلا فازم عوض شده. یعنی دارم میرم به این سمت که درون خودم رو بتونی یه دستی بکشم. واقعا نیاز داره این کتابخونه ذهنیم رو سر و سامون بدم، اون باغ روحیم رو بتونم یه هرسی بکنم و بعد بتونم خود تغییر پیدا کرده، آپگرید شده، ارتقا پیدا کرده خودم رو بتونم
به خودم اول از همه نشون بدم، هدیه بدم، ثابت بکنم و بعد ببینم که قلاب این خوشگله که تو وجود من گیر کرده به کدوم سمت منو میکشه. ازتون ممنونم که حالا به هر حال اسپیس ران میکنید و صحبت میکنید قطعا و حتما در موردش کلی تحقیقات کردید و مطالعات داشتید و اینا رو میاد مطرح میکنید. دمتون گرم و ازتون واقعا سپاسگزارم. و اگر تو اسپیسی نیومدم یا کمتر بودم و صحبتی اگر نکردم فقط شنونده بودم، توضیحش رو دادم که به این دلیله و میخوام در واقع رو خودم بیشتر کار بکنم چون نیاز میبینم و نمیدونم یه جوری سنگینی رو قلبمه، رو دلمه، ولی از طرف یه نوری هم توش هست، یعنی یه امیدی هم دارم و این رو میخوام پیش رو بگیرم، ببینم به کجا میرسم. واقعا دید فرو بر به گریبان خیش، این چیزی که دارم لمسش میکنم، فکر میکنم به شدت به این قضیه نیاز دارم. ضمن اینکه اتفاقات زیادی توی زندگیم افتاده، اتفاقات عجیب و غریب و خاصی که تا حدودی تو اسپیس قبلی گفتم، تو این اسپیس هم بگم باد ددی به شکلی فکر میکنم، اصلا نمیدونم چی الان خودش میشنوه نمیشنوه، با شکلی توی این زمینه با ددی احساس همراهی پیدا میکنم. کامنت هایی که میخونم انگار حرفای دل منو داره میزنه، مطالبی که داره میذاره، من خیلی چیزا تو مغزمه، تو دلمه نمیاد. بعد ایکس رو باز میکنم، توییتر رو نگاه میکنم، میبینم ددی اینن همونو گذاشته. واقعا با بعضی از کامنتاش گریه کردم، با بعضی از پستاش کلا خندیدم و سکوت تنها چیزیه که فکر میکنم الان بهش نیاز دارم و باید ببندم این زیپ دهنی که مدت ها خیلی باز بوده و زیاد ازش استفاده کردم رو باید ببندم و چند برابر کلام و فرکانس و صدایی که ازم خارج شده به عنوان صحبت باید الان دریافت بکنم به وسیله گوش هام و فرا بگیرم هر چیزی که داره اطرافم میگذره. دمتون گرم، خیلی مخلصم. مرسی که وقت دادید و تقریبا میتونم بگم این آخرین صحبت هایی که توی توییتر در حال حاضر تا مدت نامعلوم نمیدونم خواهد بود رو ازم شنیدید و منت به سر من گذاشتید. دوستتون دارم تک تکتون رو، خیلی مخلصم و میکروفونم میبندم و گوش میکنم. بله، خیلی ممنون جناب کیان عزیز. آره، این مطلبی که داری میگی و این آخرین صحبتی که کردی رو منم دوستش دارم، میپسندمش، خوشم میاد ازش. عرضم به حضورت که حالا چون این اسپیس نصفه مونده بود، عرضم به حضورت که باید کاملش میکردم و حالا منم یه تصمیماتی گرفتم، حالا انشالله به امید خدا ببینیم میتونیم عملیش بکنیم یا نه. به هر حال حالا فعلا هستیم توی این اسپیس. به نظر من فضایی که ایجاد شد توی از تقریبا از برنامه 200 به بعد خب، یه شکل برنامه‌های مرکانی یستا در نظر من یه مقدار عوض شد، یعنی هی این عوض شدن داشت اتفاق می‌افتاد. حالا تا 100 یه جوری بود، از 100 تا 150 یه مدلی بود، از 150 تا 200 یه مدل دیگه بود، الان هم یه مدل دیگه است و این انرژی که پخش شده توی ارزم به حضورتون که بچه های ریستارت به خاطر انرژی هستش که توی برنامه‌های لیدر هستش و این صحبت آخرتون من دوستشون داشتم، خوشم آمد، واقعا دمت گرم. عرضم به حضورتون که رضا که افتاد کلا، ما صدای حامد یه سلام علیکی بکن، صدا تو بشنویم حداقل، بعد برسیم به پاتریک عزیز و بحث رو ادامه بدیم تا ببینیم چی میشه. بفرما حامد جان. آقا سلام عرض شد خدمت همه عزیزان خوشگل مشکل. خوشحالم که کنارتون هستم و صدای قشنگتون رو میشنوم. کیان داداش 4-5 تا اسپیس نبودی ولی
اندازه 100 تا اسپیس رفتی بالا منبر ها، حواسم هست. آقا یعنی چی نمیدونم اسپیس نمیزنم، نمیدونم نمیخوام بیام حرف بزنم و اینا. آقا اسپیس بزنیم، حالا چه میدونم حرفای چیز نزنیم، چی میدونم این حرفای اساسی نزنیم، بیایم اینجا دورم تا حالا بعد امپراتوری دیگه. الان که فعلا نمیتونیم هم دیگه رو ببینیم. یه ساعت دو ساعت آدم با هم قطاریاش بگه بخنده. حالا حتما نباید که سیاسی باشه که نمیدونم راجع به چیزای خفن بخوایم حرف بزنیم که لیدر بیاد اینجا بگه زیپتون رو بکشید. میایم اینجا بشینیم چهار تا چیز میگیم دیگه. وقتی میگه آقا برنامه چیه اونجوریشو تو، هستم داداش. آره آقا حتما نباید آقا که چیز باشه که. اتفاقا حق زیاد دارم. بپیوندید به کمپین ریتم ددی. من اون یه شب گفتم با اینایی که الان دارن جیغ جیغ میکنن، حالا صحبت از آریستوکراسی بود و سوال من جواب من بذارید، ما حالا آخرش شده یه ذره ببندیمش، یه ذره چیزا و داستانا، یه ذره من یه چیزی بگم ببخشید. جونم. جونت بی بلا. ببین حالا الان دارم میشنوم صداتو دارم میگم دیگه، تو هم به قول خودت اسپیس نمیای، زیادم حرف نمیزنی. حاجی نمیدونم داستان چیه، اصلا خیلی داره این پستات بهم حال میده. اصلا چپ میرم راست میام این توییتر رو باز میکنم نگاه میکنم ببینم چی گذاشتی. اصلا عجیب دارم حال میکنم با این توییتات، با این پستات، با این توییتات خیلی دارم حال میکنم. خواستم باز بگم دمت گرم، تشکر کنم واقعا. من واقعا یه وقتایی با بعضیش گریه کردم، با بعضیش خندیدم، بعضیش اصلا من عجیب توی فکر برده. اصلا خیلی دارم حال میکنم. و اگر یه وقتی خواستی اسپیسی بزنی، بعد اگر خواستید بزنی تو این زمینه صحبتی چیزی بکنیم در مورد خودمون، مثلا یه سری مسائل در مورد خودمون حرف بزنیم، یعنی خودمونی، کاملا خودمونی اگر بخواد باشه، کاملا هستم اونجا. واقعا خیلی دوست دارم هم بشنوم ببینم مثلا به شماها چی گذشته، واقعا چه چیزهایی هست، چه مسائلی رو دارید. این به نظر من قشنگه و هیچ ایرادی هم به نظرم نداره حالا در حال حاضر، مگر خلاف ثابت بشه. و بعد حرفم بزنم تو این زمینه. خودمم خیلی دوست دارم تو این مورد با هم حرف بزنیم، درد دل بکنیم، اختلاط بکنیم، صحبت بکنیم. اینو خیلی دوست دارم و آقا برام اسپیس قشنگه. منو هایجک نکنید. اسپیس منو هایجک نکنید. چشم. داغ دلتون تازه نکنید. بله برید در خونه خودتون بازی کنید. که پاتریک جان بفرمایید. آقا سلام علیکم خدمت همه. والا اون برنامه 224 حسی که من گرفتم، نتیجه که خودم گرفتم این بود که راجع مسائل عرفانی سکوت و زبان در کام بگیریم، که منم اون اسپیس ها رو دیگه ول کردم دیگه، اسپیس های گلستان رو ول کردم، ولی به این معنا نیستش که اسپیس های سوادی رو بذاریم کنار. که یا آقا لیدر گفت آقا این مسائل عرفانیه، آریستوکراسی عرفانیه، پاتریوت عرفانیه، بحث عمیقیه. مگر اینکه خود لیدر به نظر من سند بیاره، میگه آقا لیدر خودش اینجا گفت اینجوریه یه کلیپش بکنیم بگیم، اون مشکل نداره. و خب ولی خب ادامهش دیگه نیاز به حرفای لیدره که بقیه عمقش کجاست. این حرفا رو گفت آقا چیز کنیم دیگه، نگیم دیگه. ولی خب خیلی این همه بحثای مشکلات مادی و نمیدونم سوادی و دنیایی و اینا رو بگیم مشکل نیست. ممکنه دغدغه خیلی از مردم عادی هم گهگاه باشه و این چیزی که من برداشت کردم. حالا هر کسی اختیار خودشو داره، میدونه که چیکار راحت تره. آقا بریم به سراغ ادامه بحث. این بنده خدا کی بود؟ این رضا سفلا بود. گفتش که عرضم به حضور شما که اولیگارشی انحطاطی از آریستوکراسی، که غلط. اولیگارشی انحطاطی از تیموکراسی و تیموکراسی انحطاطی از آریستوکراسی حساب میشه، طبق طبقات پنجگانه جمهور افلاطون دارم عرض میکنم، طبق اون مراحل پنجگانه. و عرضم به حضور شما که
در مورد اولیگارش های روس اصلا بد نیست، من نمیگم بدی. مثلا بعضیا متاسفانه اشتباه گرفتن. خود عطار هم گفت دیگه، گفت آقا افلاطون گفته که آورده که تو زمان جنگ بهترین حکومت اولیگارشیه و ما میبینیم که در جنگ روسیه و اوکراین اولیگارش های روس خیلی کمک کردن به پوتین، از نظر مالی خیلی کمک کردن و اون کمبودهایی که ممکنه بر اثر جنگ ایجاد بشه جبران کردن برای روسیه. و این خیلی نکته مهمیه که اتحادیه اروپا مظهر چیه؟ دموکراسی. روسیه مظهر چیه؟ فرض میکنیم که اولیگارشی یا نوعی خاصی از اولیگارشی. خب اینجا روسیه میتونه نابود بکنه اتحادیه اروپا رو. اتحادیه اروپایی که دشمن خودسیم ریستارت، اتحادیه اروپایی که بارها لیدر علیهش صحبت کرد، خب این دفعه میتونه که چیکار کنه؟ میتونه که دهن اتحادیه اروپا رو سرویس کنه. از راست روسیه، از چپ اونور اقیانوس اطلس پرزیدنت ترامپ با هم حرکت میکنه که نمی پرس میکنن. خوبه دیگه، چرا بد باشه؟ پس در مورد اولیگارش های روس یا اولیگارک های روس، خب من چند مورد بگم خدمتون. اولیگارک های زمان یلتسین رو بگم: بوریس برزوفسکی، میخائیل فریدمن، ولادیمیر کوسینسکی، میخائیل خودورکوفسکی، ولادیمیر پوتانین، الکساندر اسمولنسکی، پیتر آون، ولادیمیر وینوگرادوف و ویتالی مالکین. اینا دوران اولیگارش های دوران یلتسین بود. اولیگارش های دوران پوتین: رومن آبراموویچ. آدم وقتی صحبت میکنه باید مدرک بیاره دیگه، نمیتونه همینجوری کلی صحبت بکنه. رومن آبراموویچ، الکساندر آبراموف، علی شیر عثمانوف، گرمان خان، الک دریپاسکا، میخائیل پروخوروف، ویکتور وکسلبرگ، لئونید میکلسون، وکیت الکپروف، واحد علی اکبروف، میخائیل فریدمن، ولادیمیر پوتانین و دیمیتری افگنوویچ ریبولوف، لیوف، پتر آون و ویتالی ملکین و دیمیتری الیوتا. اینا چی بودن؟ اینا اولیگارک های روسیه بودن که دهن روسیه رو سرویس کردن اینا. و تو یک کلیپ خاصه که پوتین با اینا صحبت میکنه با الفاظ بسیار رکیک با اونا صحبت میکنه. میگه آقا دوران این که پول در بیاری به ملت آسیب بزنی تمومه، باید زیر نظر من کار بکنید و به ملت خدمت بکنید. یک کلیپی داره پوتین، فکر کنم مال 2004 این وراست، که به اولیگارش های روس میگه که چون اولیگارش ها افتخار میکنن. همونیه که اینا رو دور هم جمع میکنه بعد میتوپه بهشون. آفرین. اونا اولیگارک های روس هن. اولیگارک های روس احتکار میکنن، سودجویی میکنن، اصلا ملت براشون مهم نیست. هیچ جای دنیا اصلا همینا، همیشه میترکونتشون. دنیا بعد هم همین. اینا پوتین نمیدونم اینا رو داستان جمع میکنه، میگه هی باید به ملت خدمت کنید، احتکار اصلا بکنید. ترسیده بودن ازش. این دفعه بخواید سودجویی بکنید با من طرفید. خیلی الفاظ بدی هم به کار میبرن. یکیشون هم خوروپوف بود فکر کنم. پس جانم بفهم. میگم که اینا جانم. خیلی هم ترسیده بودن، اگه صدامو داری. خیلی هم اصلا ترسیده بودن، بعد اینا رو میترکونه و انگار که همشون سر کلاس یه درس نشستن و بعد دستاشون میلرزید و وحشت و استرس زیاد تو قیافه هاشون میدیدی. حالا به عنوان طنزش دقیقاً. آره یکیشون هم فکر کنم که عنوان کردی، فکر کنم یکیشون هم خوروپوف بود. حالا میشنومت، ببخشید. آره نه افت دارن اکثرشون. آره دیگه، ببین اینجوریه اصلا. اولیگارک ها رو باید چیکار کنی؟ مدیریت کنی، وگرنه دهن اقتصاد جامعه رو سرویس میکنه. این حقیقته. و پوتین اومد این کارو کرد. گفت آقا از این به بعد تو این مسیری که میگم شما فعالیتتو بکن، اشکال نداره. چون پوتین میدونست که اولیگارشی بیاد بالا میتونه دهن دموکراسی رو سرویس کنه بخش اروپا. حالا این اولیگارش ها تحت نظر پوتین چیکار کردن؟ اینم یه سوال دیگه.
شما میگی آقا اوکی، پوتین اومد با اینا برخورد کرد. خب چی شد نتیجهش؟ نتیجهش اینه که خیلی دارایی‌ها رو بردن خیلی دارایی‌ها رو بردن انگلیس و خیلی مکان‌هایی تو انگلیس رو چیکار کردن این اولیگارکا؟ خریدن به نام خودشون. مثلا خدمت شما عرض بکنم سال 2003 باشگاه چلسی انگلیس توسط رومن، در سال 2016 میخائیل فریدمن چیکار میکنه؟ عرضم به حضور شما که 130 میلیون پوند شهرک مسکونی میسازه در لندن و عرضم به حضور شما که خیلی جاهای لندن این اولیگارش های روس، خیلی جاهای اسرائیل هم پروژه مشترک گازی با اسرائیل رو شروع میکنن کلید زدن. حتی بعضیا به قسمتی از لندن میگن لندن گراد در واقع پسوند شهری برخی شهرهای روسه و اینجوری دارن چیکار میکنن؟ نفوذ میکنن به اروپا. خب این خیلی خوبه، باعث نفوذ، یه نوع نفوذ اقتصادیه که همین روش رو چین در مورد امریکا انجام داد. یعنی برای چی ترامپ اینقدر با چین لجه؟ برای همین، برای اینکه صدور پرستو به احزاب مختلف آمریکا برای ساکت کردن آمریکا، خیلی خریدن زمین‌های زیاد در آمریکا توسط چین داره انجام میشه. خیلی سهام‌ها رو دارن میخرن، اینجوری دارن نفوذ میکنن. دیگه لازم نیست که اون دورانی که تیر و ترقه در کنیم با هم که جنگ کنیم تموم شده. یارو چیکار میکنه؟ یارو میره این کارا رو میکنه، نفوذ بکنه که کشور رو مال خود بکنه. و عرضم به حضور شما که در سال 2022 خیلی از این اولیگارک ها که دیگه جایی در غرب نداشتن مجبور شدن پولاشون رو بیارن توی روسیه. به خاطر همین از قبل پوتین فکر کرده بود ذخیره طلا گذاشته بود قبل از اینکه تحریم بشه توسط، به خاطر اولیگاران دیدن که غرب نگه دارن گذاشتن در خدمت پوتین به خاطر بحث تحریم و اینها و اینجوری اقتصاد روسیه در امان موند از خیلی جهات و بحثای اینطوری. یکی از در واقع سال 2018 تحریم‌های آمریکا هم شروع شده بود به نام تحریم‌های کاتسا که اصلا عنوانش اینه که تحریم‌های چندین تن از اولیگارش‌های روسیه به دلیل فعالیت بدخیم دولت روسیه در سراسر جهان. اصلا عنوانش اینه و عرضم به حضور شما که از کلمه اولیگارخیا میاد که کلمه یونانیه به معنای حکومت تعدادی معدود و این وجود داره. یکی از اولیگارش هم پوتین دستگیر میکنه به نام میخائیل میریلیاشویلی، همچین اسمای سختی هم مال بعضیاشون دارن که اینها اولیگارش هایی هستن که نمیخوان برای ملت کار بکنن. کلا اگر اولیگارش ها عرضم به حضور شما که خوب مدیریت نشن گند میزنن به اقتصاد، چون اصلا سود خودشون مهمه، همینی که هست و باشون برخورد نکنی اتفاقات میفته. کانالیزه کرده پوتین اولیگارش های روسیه رو، کانالیزه کرده تا بتونه ازشون استفاده ببره در جهت عرضم به حضور شما که منافع ملی روسیه. پس این بحثی هم که مثلا یکی از این اولیگارش هایی که پوتین دستگیرش کرده تاجر گرجیه، همین میخائیل میریلیاشویلی. یک کانال تلویزیونی داره تو سن پترزبورگ، 6 تا کازینو داره، رئیس بزرگترین شرکت قمار شهر کنتی و عرضم به حضور شما که سهامشون 1,200,000,000 دلار ارزش داره و خانواده‌شون هم در سال 2013
سرمایه گذاری هایی در زمینه پروژه های گازی با اسرائیل داشتن. پس این که فکر کنیم آقا روسیه بیچاره میشه تحریم میشه، نه. اما در مورد ایران اوضاع فرق میکنه. ایران مخلوطی از اولیگارشی، دیکتاتوری، دموکراسی و تیموکراسیه. به خاطر همین نابودی حکومت ایران فرمول داره که بسیار مهمه. یعنی ارزم به حضور شما دیکتاتوری محض نیست، اولیگارشی محض نیست، ترکیبی از این چهار تاست. آریستوکراسی هم نمیفهمن، بگن اونم اجرا میکردن تو کشور حالا خودمون ایران فعلی پرشیا. پس مخلوطی از این چهار تاست ایران، که حالا با کمک صاحبان جدید لیدر قصدش اینه که ببره به در واقع دموکراسی، ببره به اولیگارشی، ببره به تیموکراسی و اونجا با قیام وندتا ببره به آریستوکراسی. پله پله‌ای داره کار میکنه. روش ایران خب متفاوته با روسیه و ترامپ، اینا متفاوت. پس وقتی ما داریم از اولیگارش های روسیه حرف میزنیم، این عنوان اصلا به نام اینا تحریم شدن، اسامی اینا موجوده. اسامیشون زمان یلتسین که با غرب خوب بودن و زمان پوتین هم که به خاطر در واقع دستوراتش اینا چیکار کردن؟ اینا ضد غرب شدن، در راه منافع ملی روسیه گام برمی‌دارن. پس به خودی خود اولیگارشی گند میزنه، اما اگر تحت نظر یک پاتریوت باشه ممکنه کمک‌های برای خودش بکنن اولیگارکا. آقا کم کم بحث رو ببندیم، اگر بحث نیست بریم به سراغ تیموکراسی. بفرم. بله خیلی ممنون پاتیک جان. من از صحبتات به این نتیجه میرسم که آقا یه سری افراد اولیگارش توی روسیه بودن از گذشته و خب اینها به واسطه ثروتی که داشتن و نفوذی که داشتن قبل از دوره آقای پوتین یواش یواش توسط آقای پوتین، حالا به زعم شما که داره میگه مدیریت کرده و داره مدیریت میکنه، داره اینها رو هدایت میکنه به سمت مقصدی که همه پاتریوت ها دارن حرکت میکنن. یعنی در این جاده پاتریوت هایی که حالا لیدر تو برنامه جدید حرکت میکنن دیگه حالا نامعلومه، اما این حرکت با توجه به این صحبت هایی که شما و داره اتفاق میفته. پس ما نمیتونیم بگیم که در حال حاضر حکومت، از نظر من، این نظر من نمیتونم با توجه به این صحبتی که شما گفتی و این شرایطی که در روسیه داریم میبینیم بگیم آقا حکومت روسیه محض اولگاریشه. یعنی این اتفاق نمیتونه رقم بکنه، در حال پوستاندازیه، در حال تغییره، حالا در حال تبدیله و داره حرکت میکنه به سمت اون مدینه فاضله‌ای که تمام پاتریوت ها میخوان به سمتش حرکت بکنن. خیلی ممنون، این اطلاعاتی که دادی واقعا عالی بود. من یه نگاه به کامنت ها بندازم. عرضم به حضورتون که یه کامنت هستش که فقط حالا صحبت من و شماست و کامنت میثم عزیز نوشته چی شد؟ سوال من: آیا بحث با مخالفان ریاست در راستای تبلیغ درست است؟ جواب من: در فضای مجازی آسان ولی کم ثمر است، اما در فضای حقیقی سخت ولی پرثمر. البته ایجاد فضای علمی با چاشنی هوش و زیرکی که در ریاست‌ها فراوان است بسیار موثر است. سوال جواب خوبی بود میثم جان، خیلی ممنون که سوالت رو مطرح کردی. اما خب بحث اسپیس ما، سوال بیسمون، عرضم به حضورت که توی کامنت ها گذاشتم، سوال بیس ما این هستش که چرا آریستوکراسی بهترین نوع حکومت هست، اما خب با توجه به قوانین و بازی که توی این اسپیس داریم انجام میدیم ما به سوال اصلی جواب
نمیدیم، میاییم سوالای فرعی طرح میکنیم. آره. اما خب با توجه به اینکه حالا مشارکت داشتی و کامنت گذاشتی ازت تشکر میکنم و خیلی ممنون. بحث سوال بعدی که اتفاق میفته توی حالا بعد از بحث اولگاریشی، برای اینکه ما بخوایم حالا بحران خلفمون هم کامل بکنیم، این هستش که چرا دموکراسی نمیتواند، از این سوال منه، حالا بقیه دوستان میتونن بیان این دموکراسی رو یک سوال دیگه ای در موردش طرح بکنن و یک جواب دیگه ای بدن. مسئله که وجود داره اینه که سوال فرعی که برای من به وجود میاد این هستش که چرا دموکراسی نمیتواند جامعه رو سعادتمند کند. حالا من هدفم این نیستش که حالا دموکراسی خوبه بده چیه، این رو به عنوان یک گزینه در مقابل خودم قرار میدم برای اینکه بخوام انتخابش کنم و بحث سعادت جامعه برام خیلی مهمه. به خاطر همین سوال رو به این روش من اومدم پرسیدم. عرضم به حضورتون که من یه مطلبی رو در مورد حالا دموکراسی که بگم خدمتتون در ابتدا. اصلا دموکراسی به چه شکلی اومده تعریف شده توسط حالا آقای افلاطون یا بقیه مطالب این دفتر رو من باز کنم. عرضم به حضورتون که از نظر افلاطون دموکراسی نوعی از حکومت است که در آن قدرت سیاسی به طور مستقیم با میزان دارایی‌ها ارتباط دارد. این شکل از حکومت ایده‌ای بود که فرمانروایی آتنی به نام سولون در قرن ششم قبل از میلاد آن را تصور کرد. در این مدل جامعه به 4 قسمت تقسیم شد. 1. تتا که کارگرهای یدی جامعه بودند و ضعیف‌ترین قشر جامعه بودند و هیچ وقت مالیات نمی‌دادند. دومین گروه زئوگیتا بودند. اینها کشاورزان جامعه بودند و تا 100 بشکه محصول، عرضم به حضورتون که اینها اگر تولید میکردن و در اختیار حکومت قرار میدادن در طبقه دوم جامعه به عنوان زئوگیتا عرضم به حضورتون که قرار میگرفتن و حالا عرضم به حضورتون که یک مقداری هم این افراد مالیات میدادن. دسته سوم شوالیه ها یا و هیپی ها بودند که تا 300 بشکه یا بوشل محصول، عرضم به حضورتون که اینها میتونستن تولید بکنن و در اختیار جامعه قرار بدن. و دسته چهارم پنتاکوس ها بودن، کوز ها یا این سین نیست و ز، پنتاگوز ها بودن که تا 500 بشکه یا بوشل محصول تولید میکردن و در اختیار حکومت قرار میدادن. حالا بسته به نوع طبقه‌ای که داشتن اینها مالیات هاشون هم متفاوت بود و مالیات بیشتری باید اینها پرداخت میکردن. در دموکراسی مردم میفهمند که باید قیام کنن تا به آریستوکراسی برسن. یعنی نتیجه نوع حکومت دموکراسی این هستش که با توجه به شرایطی که در جامعه به وجود میاد، مردم به جای اینکه، یعنی یکی از ویژگی های جامعه دموکراسی به نظر من همینه که شکل حکومت و قوانین به گونه‌ای پرداخته میشه و آگاهی مردم رو به رشد، رو به پیشرفته و مردم این بار اگر قیام میکنن مشخصه که دارن قیامی از سر تفکر و خرد انجام میدن تا به آریستوکراسی برسن. ما متاسفانه در حکومتی که اولگاریشی محض باشه، مردم اگر قیام بکنن میخوان برسن به دموکراسی، یعنی میخوان پسرفت بکنن، چون نتیجه قیامشون از سر خرد و تفکر و اندیشه نیست. اما در دموکراسی این متفاوته و مردم دارن قیام میکنن که به آریستوکراسی برسن. در این نوع حکومت نسل بعدی حکومت معمولاً عرضم به حضورتون که به فنا میره. یعنی چی؟ یعنی اگر مردم قیام نکنن و اون خرد و اندیشهشون تکون نخوره،
وقتی که یک نسل از حکومتدارها بگذره، از اونهایی که این حکومت آریستوکراسی یعنی اومدن از اولیگارشی رد شدن و به آریستوکراسی رسیدن، این نسل وقتی که تموم میشن، نسل بعدی که میان چون بیشترشون متوجه اصل داستان نبودن، اغلب ارزم به حضورتون که در حکومت تیموکراسی بعد از یک مدت ارزم به حضورتون که این از بین میره. این تقریبا یک حالا توضیحی بود که جناب افلاطون و اون فرد عزیز آتنی که خدمتتون عرض کردم سولون، ایشون اومدن در مورد تیموکراسی گفتن. یه سری اتفاقها در حکومت تیموکراسی میفته، این نقاط ارزم به حضورتون که ضعفشه، یعنی اون نسل اول رفتن و نسل دوم اومدن و حکومت رو در اختیار گرفتن و این شرایط در جامعه تقریبا به وجود میاد. محدودیت مشارکت عمومی در تیموکراسی، قدرت به گروه خاص مانند مالکان، اشراف یا جنگجویان محدود است و اکثریت مردم از مشارکت در اداره امور محروم هستند. ببین بعد از یک مدتی که حالا اون روح تفکری و خرد جامعه تکون نمیخوره، عرضم به حضورتون که این محدودیت مشارکت یعنی این انشقاق بین مردم و حکومت اتفاق میفته و عرضم به حضورتون که مشارکت عمومی مردم کم میشه و حالا همین دوباره باز هم همون بحث به چالش کشیدن حکومت، هرج و مرج شدن جامعه، قیام هایی که توش اتفاق میفته و اینها به وجود خواهد افتاد. نابرابری ساختاری هم در نسل دوم حالا یا نه در نسل سوم اتفاق خواهد افتاد. در این مدل معمولا بر اساس مالکیت یا جایگاه اجتماعی شکل میگیرد که به نابرابری طبقاتی ارزم به حضورتون که منجر میشه. حالا با توجه به این دسته‌بندی 4 دسته‌ای که من خدمتتون عرض کردم که پایه و اساس تیموکراسی هستش، یواش یواش دیگه همه چیز بر اساس میزان محصولی هستش که حالا یا میزان دارایی یا حالا هر چیزی که نسل به نسل داره ارزم به حضورتون که جهان عوض میشه و شیک‌ها عوض میشه. ما در نظر بگیرید دانشگاه، نوع درمان، بیمارستان ها، وضعیت اجتماعی، چه گروه هایی در کجای شهر میتونن زندگی بکنن، در کدوم شهر میتونن زندگی بکنن، از کدوم قابلیت ها میتونن استفاده بکنن، همه برابری های ساختاری در تیموکراسی در نسل های بجز نسل اول اتفاق میفته. تمرکز بر افتخار و قدرت به جای خیر عمومی در تیموکراسی، ارزش‌های نظامی، افتخار شخصی یا منافع طبقه حاکم بر خیر عمومی اولویت دارد. با توجه به حالا اون مسائلی که خدمتتون عرض کردم در گذشته، عرضم به حضورتون که بیشتر مسئله فردگرایی هستش و القابی که داده میشه، حالا هر مدلی که شما حالا الان مثلا چه میدونم سرلشکر رو نمیدونم نشان ذوالفقار و این چیزایی که دارن میگن، عرضم به حضورتون که به عنوان ارزش و افتخار در جامعه بهش پرداخته میشه و زیاد به خیر عمومی دیگه توجه نمیشه، یعنی به عموم مردم زیاد توجهی نمیشه، نگاه بیشتر نگاه این شکلی میشه، اون افراد نخبه حالا از نظر نظامی یا از نظر مالکی بیشتر به الیت ها پرداخته میشه تا به عموم مردم. این هم دوباره باز باعث میشه که اون شکاف اجتماعی اتفاق بیفته و ناهنجاری ها عرضم به حضورتون که به وجود بیاد. تمرکز بر افتخار، اینی که خوندم، خطر فساد و خودکامگی.
خب این هم در جهت همینه دیگه، وقتی که شرایط جامعه به این شکل میشه خب حتما توش فساد اتفاق میفته، حتما بحث توتالیته توش اتفاق میفته، یک جانبه گرایی توش اتفاق میفته، خودکامگی توش اتفاق میفته. تمام این شرایط هی مثل یک دومینو پشت سر هم اتفاق میفته. عدم پایداری به دلیل رقابت میان نخبگان و الیت ها منجر به بی‌ثباتی میشود. حالا اصلا یه بحثی که توی نسل‌های بعدی تیموکراسی اومدن عنوان کردن این هستش که بخش عموم جامعه رو اصلا شما بذار کنار، یه اختلاف شدیدی بین اون الیت ها و نخبگان میاد اتفاق میفته. یعنی اینها بر سر این که بیان اون عنوانها رو از آن خودشون بکنن و مالکیت بیشتری داشته باشن، برای اینکه قدرت بیشتری داشته باشن، اینا با همدیگه درگیر میشن.